پیام شما به نیروهای مقاومت از تریبون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چی هست؟ عرض کردم مسئله مقاومت یه موضوع استراتژیک برای جمهوری اسلامی است، هم از جهت ویژگی‌های اسلامی و انسانی و امنیت ملی ایران و در همه شرایط ایران در کنار مقاومت باقی خواهد موند، حمایت می‌کند و اسرائیل هم داره از خطوط قرمز ایران عبور میکنه، ماجرای مقدار جدیتر خواهد شد. لذا ما هیچگاه مسئله مقاومت رو تنها نخواهیم گذاشت. آقای دکتر لاریجانی، یک نکته و یک مطلب هم راجع به ترور فرماندهان مقاومت در لبنان از محضر شما سوال بپرسم که یکی از اهداف رژیم صهیونیستی که از اون به عنوان دستاورد یاد میکنه در حملات وحشیانه به مناطق مختلف لبنان ترور فرماندهان مقاومت هست و از این منظر به این موضوع نگاه میکنه که بدنه محور مقاومت در لبنان رو داره تضعیف میکنه. از نگاه شما این مسئله چگونه قابل توضیح هست؟ البته این حادثه اگر 20 سال پیش رخ میداد واقعا مسئله مهمی بود، شاید دردناک بود، اما الان اینطور نیست. شما به خاطر دارید رژیم اسرائیل بسیاری از دانشمندان هسته‌ای ایران رو ترور کرد. آیا مسئله هسته‌ای ایران متوقف شد یا سرعت بیشتری گرفت؟ همین مسئله در مورد ترور فرماندهان مقاومت هم هست. وقتی اونها را ترور میکنن فکر نکنن جایگزین وجود نداره. جایگزین هست، این راه ادامه پیدا خواهد کرد. با این ترورها حساسیت مردم بیشتر میشه، حقانیت راهشون رو بهتر میفهمن، بر راهشون پافشاری بیشتری میکنن.